یه عکاس کانادایی صحنه حرکت یه گله گرگ رو ثبت کرده که خیلی جالبه. فکر می‌کنین رهبر گله جلو حرکت میکنه؟ نه، اون جلو نیست. 3 تا گرگ که اول گله حرکت میکنن از همه بزرگتر به نظر میان. ولی واقعیت اینه که اینا گرگای ضعیف‌تر و پیرتر هستن. اونا جلو میرن تا سرعت حرکت گله رو تنظیم کنن و نذارن عقب بمونن. در واقع اولین هدف حمله هم معمولاً همیناست. پس یه جورایی خودشونو جلو میندازن. بعد از اینا گرگای قوی و سریع میان. اینا در واقع قدرت اصلی گله‌ن. اگه خطری پیش بیاد همینان که باش مقابله میکنن. سومین ردیف شامل ماده گرگ‌ها و توله هاست. اینا آینده گله‌ن، پس توی جای امن‌تر حرکت میکنن. پشت سرشون دوباره یه سری گرگ قوی و مقاوم قرار دارن که مثل محافظ عمل میکنن. و در آخر با فاصله از همه یه گرگ تنها حرکت میکنه. اون رهبر واقعیه. همیشه از عقب حواسش به همه هست و مراقب گله است. این نظم و ترتیب خیلی حساب شده است و باعث میشه همه گله تو امنیت باشن و هیچ کس جا نمونه. اگه این پست برات جالب بود ویزیتون رو دنبال کن.